سلام بچه، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز قراره چیکار کنیم؟ قراره یه دونه سیستم اولترا ردستونی بسازیم. چطوریه؟ ببین، من قبلا هزاران بار سر این کار کردم و تمرین کردم. ویلیج، یه لحظه بچه، من ویلیج میبینم آرام و قرار. وقتی یه ویلیج ساله میبینم ازم آرام و قرار چیه دیگه، آرامش ندارم. به خاطر همین من یه کار ناتمام. اوکی، یه لحظه من کات میدم، اینجا رو تمیز میکنم. خب بچه ها، من به ویلیج یه کمی آسیب زدم، رو هم شد، یه کمی هم رو هم جلا اومد. حالا وقتشه سیستم سیستم اون ردستونیمون اینطوریه که من یه بار داشتم یه بمبی میساختم بدون مود. بعد کابل ردستونی بعد تا یه جایی میکشیدم که خودم چیزی نشه تو سروایوال. بعد دیدم نمیتونم که کابل ردستونی تا یه جایی رسانه‌های برق هست، بخاطر همین بگار. حالا تو این ویدیو قراره ما چندین تا سیستم ردستونی بسازیم. یکیشون یه ابر سیستم اسکیپیستون طوره، واقعا خیلی عجیبه. این یکی رو تا حالا جایی ندیدم و همشون رو خودم ساختم. تا حالا جایی ندیدم، ولی شما اگه جایی دیدید من ندیدم. به اینا احتیاج داریم، یه بلاک خاصی مثل بود، هر بلاکی میخواید. خب ما میایم اینجا یه محیطی میذاریم که کفش بتونه یه جای 4x4 بشه، اینطوری. حالا اینو هی باید بریم بالا. اینجا هم بچه ها کفش رو باید ردستون سب کنید. اینجا کفش هم چی شد بچه ها؟ این آموزش ساخته سری چیزه بمبای مختلف. این کف رو ردستون میکنید، باید اکتیویتور ریلا رو میذارید اینجا تا اینجاش داری سخت نیست. این پلتفرمی که ساختید و میتونید تو سروایوال بسازید برای برای ترک کردن رفیقاتون. میتونید هم تو کریتیو برای سرگرمی بسازید. من همینجا دنبال به مال بمب اتم و فلان بیسار میگشتم، ولی نبود متاسفانه. خب حالا اینجا میایید رو هر کدوم پلتفرما اینطوری اینطوری استیکی پیستون میخواید. الان استیکی بیارم اینجا، شما میذارید اینجا، نه اینجا و اینجا. چیه اینجا اینجوری. حالا شما باید سیم کشی اینا رو هم، کار خیلی طولانیه و سیم کشیه اینا. کابلام برای اینکه خودت بتونی زنده بمونی، کابلایی که سیم کشی میکنی باید از اینجا دور باشن، و اگر دور باشن کابلا رسانه برق نیست. میفهمید چی میگم؟ من که میدونم نمیفهمید. حالا اینا رو هم برای اینکه کارمون راحت تر بشه ما اینطوری، ولی اینجا دیگه اونطوری نیست که کابل بکشیم و سیستم دوتا ردستون داست بکشیم. اینجا ما کل کارمون باید استیکی پیستونه، یعنی به ما این کار میگن کار پیستون. این کار پشت یه پیستون باید یه پیستون دیگه باشه. حالا ما چجوری باید اینو ببریم پایین؟ اینطوری یه دونه بلاک، خب استیکی پیستون بلاک، حالا
برای اینم همینه، هی باید بیارید لولش رو بالا. این خیلی طول میکشه بچه‌ها، اینطوریه، این خیلی طول میکشه. خب من یه کمش دیگه‌شو انجام میدم. خب بقیه‌شو کات میزنم، شما ببینید دیگه خودتون. اینطوری اینجا اینطوری هی یه سیستم رو اینطوری میارید پایین. برای همه اینا هم باید این کار رو انجام بدید بچه‌ها. اینطوری من یکیشون رو تا آخر براتون برم. اینجا دیگه اسکریپتونا میخورن چی؟ کجا؟ زمین. بعد اینا هم که بیان روشون. حالا ما اینجا رو باید جلوش آزاد، حالا اینجا رو باید محوطه رو همینطوری آزاد. حالا برای من بسته است اینجا. و برای این که هر چقدر میخواید دورتر بشید، خب یه دونه اینا. بعد هی که اینا رو بردید جلوتر، حالا من کات میدم درستش میکنم، یه ور رو بهتون نشون میدم، بعد یکی دیگه از ورهاشو با هم انجام میدیم. من کاتشو بدم من تو درستش. بچه من متوجه شدم ساختار این ور این شکلی باشه، یه دونه پیستون اینجا، این ور اون ور دوتا، و این پیستون اصلا احتیاج نیست. خب بچه ها این یکی از طرفات اینطوری و با اینا فعال باشن، فعال شده باشن. حالا این یکی رو ما خب این طرف آماده است. نگاه از این دزدید بلوکه رو، بلوک دزدیه دیگه کلا. خب اینطوری همشون رو فعال میکنید که جلو رو بگیرن. حالا اگر اینطوری ما یه دونه از اینا رو نمیکنه بچه ها بیستونم برای اینو بکنم، اینو بذارم. خب ببینید اینجا یه بریم اینا هم مثلا درست بذارم اینجا. مثلا اینا رو هم بذارم، اینم یه دونه دوتایی بذارم. خب میام اینجا این دوتا رو که بکنم، این دوتا ها از کار میافتن و ولوی میشن. ولی خب حالا ما باید اینا سیستم اولترا ردستونی ما داره آماده میشه. استیکی پیستون اینجاست. خب حالا چجوری ما باید این سیستم ها رو به هم وصل کنیم؟ این خودش یه چیز عجیبیه. اینا رو باید با چیز به هم وصل کنیم. حالا اونجاشو فکر نکرده بودم، نمیدونم واقعا بچه گلتی بخورم. الان نه اول اینا رو میذارم چون من کات میدم یا درست میکنم بهتون نشون. بچه من به این نتیجه رسیدم که این فقط دوتایی میشه، یعنی میتونید دوتاش کنید. یعنی الان من باید اینا رو کلن خودشون فقط برای یکیشون زحمت کشید، دوتاشون زحمت کشیدم که این هم زحمت زیادی نکشید. خب من اینا رو چیز میکنم، اکتیویتورها رو. خب بچه اکتیویتورها رو که دل کردم الان شد اینجا نمید اینجا بسا اشتیکی پیشتون میاری فعال. بعدش اینجاش خیلی باحاله چون که اینجاش هم بمبیست TNT بر میداری میذاری با پوکیدن اینا یعنی اینا آمده نگاه
آگه دوش کج بینا درست میکنم. خب بابا بینا همینطور دوش حالا وقت که ببینید اینجا چجوری منفجر میشه. زیادی هم منفجر نمیشه. این شما میید تمام. این همه زحمت کشیدیم برای یه چیز که میتونستیم همون یه چیز رو اینطوری بسازیم. این چیزی که من این همه براش زحمت کشیدم و هست باز 11 دقیقه وقت براش گذاشتم میتونستیم اینطوریش همینو اینطوری فلک کنیم. اینو میکنیم میریم اینجا همینو میذاریم همینو اینطوری اینم اینطوری اینو اینطوری بالا هم هست که هیچ آسیبی رو نمیرسه. هیچ فرق نکرد. بچه من کات میدم میریم بخش بعدی. بچه ها بخش قبلی من تا حالا تو عمرم تستش نکرده بودم، ولی این بخش صدها بار تستش کردم. اینجا رو 3 تا اینطوری میکنیم 1 2 3 تا اینطوری 1 2 شد 4 یه لحظه ما این دورش رو اصلا کلا میخوام پشم قرمز بشه. دوست دارم یه جای 3 دسته درست میکنه. الان ابعادش میاد ما میگه فقط وسط داشته باشه. وول جیک تمام. اینو اولا رو میکنیم. این چی؟ خب این دور ما الان بهتون میگم شما هر بلاکی خواستید بذارید، ولی اگه میخواید قدرتش بیشتر بشه یه بلاک نرم و که راحت خراب بشه مثل وول بذارید که قشنگ هم باشه. حالا میخواید کار انجام بدید تمیز انجام بدید. خب حالا شما یه دونه هر ارتفاع خواستی میبریش بالا. من میخوام اینو ارتفاعشو انقدر ببرم بالا. و اینجا بهتون باید بگم که کلا رفت سرتونه. ردستون اصلا مهم نیست و اینجا هم باید TNT بیاد. بله اینجا ما این دو رو پشم کاری میکنیم. دو رو که پشم کاری کردیم که فقط دارم میگم. خب پشم کاری شد. TNT ها رو تا بالا میاد. تا اینجا کنم بله بلاکه. خب ما میایم اینجا 2 دقیقه خراب نشد. اینو میکنیم باشه وول میذاریم. اینو میکنیمش ردست ووله رو میکنیم. اینو برمیدن. نوشابه خوب نیست ولی خوب. هی فاک یو. اینو میکنیم دوباره. اینو میذاریم اینجا. اینو میذاریم. دوتانو میکنیم. اینو میذاریم. الان این یه دونه نوکه. فقط کافیه شما دستور بدین این میپکه.
Oggi پگاوسنیو بیاره بیاریم اینو بچه ها من یکمی قرار کارهای خبر میفهمید چون قراره من دیگه حال نداشتم شبیه نوکش کنم یا شبیه بمب و موشکش کنم، همیشه که دیزاینش هم بود. ولی ما اینجا کار داریم، یه بلاک اینجا رو وول میذاریم، بقیه‌اش دیگه تمام. کلاهکتون یا برای بمبمون کلاهک بسازیم. حالا کلاهکش کوچولویه، میدونم چرا کلاهکش اینطوریه، الان علت بهتون میگم. حالا ما میایم اینجا ببین، به هر حال موشکای واقعی هم از دور، یعنی میزنی دکمه‌ای داره میزنی لانچ میشه. خب بره perigosa in all foggi sento I seremore oggi pegausen bere perigosa in all foggi sento. اینو ما تبدیلش میکنیم به مدل کلاهک. مدل کلاهک اینه، نوک میزنیم. عجب کلاهکش خفن شد، شبیه خونه است. اوه آجی، ولی خدای خفن شده کلاهکش. پریگوزه دارم فانک میخونم، عقلم که دیوونه شدم. کات ویدیو ای کات داده باشم ولی خودم میکشم. خب ما میم ردستان. خیلی خطرناکه. یه لحظه از اینجا به بعدشو پریگوزا این های مطمئنم از این فاصله این کابل رسانه برق است و ما کلاهک اینجا با یه اتاقک برای خودم بسازم که از یه جنس محکمی باشه و خوشگل هم باشه. چوب نه سنگ، کابلستون اتاقک یه اتاقک هست، در حدی هست که بخوام میدونه نوک بچه مینی نوک در ورودیش بفرمایید. در تا اینجا میایی من مطمئنم اون کابل برق تا اینجا نهایتا رسانه‌های برق باشه، به خاطر همین اینو میذارم اینجا و الان با فشوردن این دکمه من محض زحمتان بگاره قرار پاکید نخواه شد. یه لحظه اینجا رسانه‌ای برق نیست داره، من اینجا هم اینجا این مسیر اینجا چون تا اینجا رسانه‌ای برقه سبتون بودیم، یعنی این همه خر شانسی آوردم. این استیچی پیستونه
تا اینجا رسانه های برگی. خب مایم اینجا یک رسانه های برق دیگه. خب اینم تا اینجا رسانه های برق. خب ما با اینجا برق رسانه اضافه کنیم. ما میریم اینو خاموش میکنیم تا زمان به گاز سگ نره. بس امیدوارم کار کنه و میتونیم سیکتیر اینجا اینو هم میبنده. دکمه رو میزنم به میتونم کار کرد؟ یس! یی کلاهکش منفجر نشد. میتونم یه بمبی بسازم که چیز شد بلاک خورد نوکش. میتونم مین بسازم ولی مین بلاکی بلش. خب بچه ها من یه ایده دیگه هم تو ذهنم هست. این ایده هست این ویدیو سر اون ضبط شد و اون ایده این بود که فرق 3/3 هی خدایا من اینو باید با میس بزنم. من میس من با میس کونه اینو پاره میکنم تا ببین کی گفتم. بینا Wait, چی آف شد؟ چی شد؟ مهم نیست. TN بسه درد 4 بلاک میدید زیده. من اشتباه گفتم 4 بلاک اینطوری خواستیدم بیشتر برید. من به من فاکینگ حالا میایم این زهرو همون ایده گبری اما این سری دیگه خواهی داریم. یعنی که این سری خواهی داریم. این سری اینه یعنی این که خواهی داریم یعنی اینو میاریم این نزدیک به بستن بزنیم. این که اومد اینجا ما کار نداریم. این سره مینه یعنی یه مین جنگیه در واقع. خدایا من چه کار کنم؟ با 5 بلاک حتما داریم چون که یکی از بلاک‌های تیم چرا؟ چون که این 20 صاحب باید بیاید این باید اینجا باشه. بچه من اینو میسازم دوره ویدیو رو میگیرم.
اینو دیگه با میس کات نکرده بودم. خدایا من کات نکرده بودم، الان کات کردم. بنا کن اینو دیگه با میس میزنم. مرتیکه انتر. حالا که اینطوری اصلا ما با دکشو میذاریم. دک این مینه واقعا مینه. خیلی این کات دیگه بچه. من کات میدم چرا بیلد این کامل شد. بیلدش کامل شد. این طبیعتا وقتی میری تو میدونه میم انقدر واضح نیست. حالا من واضح ساختم قشنگ بشه. خب میتونستم برم یه جایی که گرس باشه گرس بزنم. حالا مینه ما چیه؟ مینه ما مینه خب این وسط یه دونه پرشر پلیت میذاریم. بر رفیقتون داره راه میگه تو چه خبر؟ بیسون بیس مخفیه. بیس مخفیه. رفیقتون پرواز میکنه و یه حجم خیلی زیادی تخریب ایجاد میشه. و بچه ها یه ویدیویی هم قرار بود بگیریم. راستی اینو من قبل ویدیو خیلی کارا کردم باش ولی خیلی هم بود. قرار بود ویدیو ساخت موشک هم بگیریم که پرواز کنه بره نه موشکی که بپکه منظورمه. خب ولی میتونستم این کارو بکنم که خورد زمین بپکه ولی نمیدونستم چیکار کنم بره بالا بعد بیاد رو زمین. میتونستم این کارو کنم بره بالا ها بعد چجوری یه کار میکردم راهشو کج کنم. چجوری میومد زمین بعد کنترل میداشت که نداره که نمیداده نداره. میتونه مستقیم بره بخوره به یه چیزی یا هم از یه ایستگاه میشه یه کاری کرده. مثلا یه دونه چیز داریم TNT بدون ردستون هم میشه این کار رو کنیم. ولی بچه ها من قرار بود اصل ویدیو ساخت موشک باشه. من یه ایده دیگه هم تو ذهنم بود که یه دونه TNT ماینکارت رو بذارم بعد اینطوری دور خوش بشه بعد پرواز کنه. بعد فهمیدم تو بدراک این جواب نمیده و نمیره تا اون سر دنیا. به خاطر همین قضیه موشک کنسله ولی بمب میشه ساخت با بلاکایی که فیزیک دارن مثل سند. بیا اینا سب کن. ما کلی کابلستون میریم بالا میریم بالا. نمیشه تو همین ویدیو من موشک هم میذارم. مثلا ما اومدیم بالا به یه اندازه رسیدیم، به یه حداقل ارتفاعی داریم میرسیم. الان ما به یه حداقلی رسیدیم تقریبا. جای خوبیه. خب حالا بعد ما زیر این زیر حداقل ما بکنیم. نه میشه ما اینجا یه دو سه تا یه اندازه داره
منتظر دزرت تمپل اینجا TNT من میذارم. حالا بخواید بگی چجوری میخوای مثلا چیز کنی، یه کاری کنی که مثلا این موش صندوق خوردن زمین بپکه اینجا. میبینید این خیلی دیگه واقعا خیلی سرش به مغزم فشار اومد. من سرش چند ماه فکر کرده بودم، بعد دیدم نمیشه، حالا میخوام تستش کنم. خب تا اینجاش خیلی طبیعیه. اینجا میایم کش ابزرور میذاریم. یه لحظه بچه من برم خیلی دور. خب اینجا ما باید الان یه چیزی رو تست کنم. ابزرور رو اینوری بذارم. آنها باید اینوری بذارم، اینطوری باید بذارم. کنید. آها نباید الان اینجا TNT باشه. باید اول ابزرور رو بذارم. همین اینو هم دیگه پست کنم. کارای دزرت تمپل هم که تمام شد. الان این آماده است. فقط الان پلتفرمی که ما ساختیم فکر کنم برم بالا توی نقصد. خب خیلیاتون فکر کنم تا اینجا متوجه شدید چه ایده سمی در ذهن منه و رسیدیم. و اینجا سند برداریم. بچه اسکینم هم تغییر دادم، کردمش اسکین تاپ پلیر. خیلی ویدیوش دوست دارم تاپ پلیر. خب حالا میایم اینجا ما 3 تا سند میذاریم. موشک میره دوف. پوکی؟ چرا نپوکیدن؟ واه موشک پوکید، موشک عمل کرد. بچه خیلی خفن بود. این آموزشش عجیب. بچه اسکین منم اینها. اسکین مودش هم تو کانال روبیکا گذاشتم. تو دیسکریپشن هم اسم کانال روبیکا رو نوشتم چون بلد نیستم لینکشو بذارم. تونستید تو کامنت ها راهنمایی کنید چه جوری میتونید. مثلا همین الان
با سند برم بالا بهتره. خب بعد همون بالا استون بذارم میشه چون سر کندنش یه 2 ساعت سرویس نمیشه. همینقدر کافیه. دوش میارم پایین و وارد استون تورشم کنم بده چجوری حالا ضد هوایی بسازیم؟ میتونیم روی چیز بذاریم سندا حالا دو بلاک میخوام TNT بذارم. آجی خیلی خفنه. واقعا من اولین بارم اینو ساختم دیگه. نه بگید تو 100 بار اینو ساختی بعد ویدیو. من هیچ وقت قبل ویدیو هم تمرین نمی کنم چی کار کنم. تو ویدیو فل بدای کارم انجام میدم. همین میرم تو ویدیو به امید اینکه یه چیزی بلد باشم تو ویدیو من میگم خب امروز یه ویدیو بذارم که امیده که بوم براتون باشه. بعدش میسازم نمیدونم قد دارم چی کار میکنم میسازم فقط با خودم میگم امروز قراره یه ویدیو اینطور بسازم. ویدیو رو اینطوری دورشو وول میذاریم میریم بالا و موشک و شلیک. خیلی خفنه. بقول تاپلیر ساسپیشه. شاید من برید فقط تاپلیر رو سابسکرایب کنید ویدیوش ببینید. خیلی ویدیوهاش خفنه. ویدیو ماینکرافتی میذاره اینه من و اینم بگم تو کانال ما هیچ تمرکز روی محتوا ثابت نیست. ماینکرافت میذارم همه چی میذارم. حالا این سری موشک نزدیکتره و این موشکه باشی باید سخت بشه. موشک عجب. خیلی هم خوب تخریب میکنه ولی خب مطمئنم هیچکی از این آموزش استفاده نمیکنه و میرید مود موشک میرزید. پیدا نمیشه مود موشک در واقع برای موبایل ولی این روش برای موبایل پلی داده میهم. هر خونه میدونن این انگار موشک میخواد پیش میاد. شبم هست بگیرید راحت بخوابید بند خدا چون آخرین خوابتونه. یا بیدار نشید. نایس سادیسم حبس بدبخت هیچ آسیبی هم به خونتون من نمیزنم. با دستای خودم آسیب نمیزنم ولی با TNT با موشک ویلیجرهای عزیز ای گوربا برو اونور من میخوام اینجا بزنم. نازیه چقدر این گوربا دیگه یایم نه های یا پیشوری برو گم شو اونور. دلیل نمیشه چون پیشوری دوست دارم دلیل میشه ولی من دشمنیم بیشتر از دشمنی با ویلیجرها از دوست داشتن پیشوری بیشتر گم شو اونور.
این سری موشک خیلی درازه. چرا؟ موز من واقعا جلو خونه چطور میفته. تقریبا کل روز پیشولی زنده است. زنده است. پیشولی مرد آهنی. پیشولی زنده است. پشمام. پیشی چجور عجب پیشی سگی. والا من بودم من میمردم. چی میشه اگه ما بیایم همین کار رو با ریداستن کنیم و بخوایم یه ابر سیستم، بازم گفتم ابر سیستم ردستانی، به خاطر بخوایم با این ابزروره یه استیک بیسون رو حرکت بدیم که اون استیک بیسون دیگر حرکت بده که اون استیک بیسون که دیگر حرکت بده، هی بره جلو تا برسه به یه دونه TNT و نه یه دونه اندازه یک چانک کامل تا بدراک تا های لیمیت TNT رو بپاکونه. اینطوری هم میشه واقعا میشه این کارو کرد، ولی خیلی طول میکشه. یه موشک بخوره زمین تا ماینکرافت جا داره بپاکه. ماینکرافت به گا بره. خب بچه ها این آموزش و این ویدیو هم آیرون گلوم بنده خدا گایده شده. یکم کمکش کنم. آیرون باید یکم کمکش کنیم دیگه. یکم کمکش کنیم. فقط یه لحظه غلام کمکت کردم. یه لحظه وایسا غلام. همین درست. هر کی بری گیت غلام مادر گایده شد. غلام یه لحظه نرو. گلامه بی پدر. آیرون گلامه بی پدر. حاجی با دست زدم کشتمش. لازم میگم برو کنار. چرا نمیدونی؟ عجب مکان خوبیه برای تریکوندن. زون میده بابا. ترکوندن همه چیه. بترک بچه تا یه ویدیو دیگه خداحافظ و من این ویلیج رو نابود خواهم کرد. ویدیو بعدش آن نشد. دزرت تمپل سلاب کنید. یا تو ما رو پکوندی، حالا ما تو رو میپکونم. این تیکه ویدیو کاملا سر همین هاردکور فول دایمند